خاک تو سرت بیورده، فقط پس انداختی. مادرت بمیره بچه. چیکار کردی؟ مشقای قبلی تو پاک کردی دوباره تو همین دفتر نوشتی؟ سری آخرت باشه که دیگه این کارو میکنی ها. برو به والدینت بگو فردا بیاد. بچه چی کار میکنی؟ من همین الان این شیشه رو پاک کردم. برو اونور. تو عقل نداری؟ سلام مادر. سلام بابا. نه عقل ندارم، تو عقل داری. تو این وضعیت بی پولیمون رفتی طلاهاتو فروختی واسه این پلی‌استیشن خریدی. این پدرسگ همینجوری مشقاشو نمینویسه. دوست داری این بچه هم وقتی بزرگ شد مثل ما پر از حسرت بزرگ بشه؟